سلام دوستان، چطوری؟ میخوام امروز چند تا ترفند مخفی گوگل بهتون یاد بدم که خیلی به دردتون میخوره و کارایی موقعی که بیکار بودی میتونید باش کار کنید. اگه کلمه هولی به انگلیسی داخل گوگل سرچ کنین چند تا رنگ میاد که واسهتون میتونید به صفحه پرتاب کنین. حالا کلمه دوم بریم بعدی. خب کلمه دوم که اگه اینو سرچ کنی میتونی داخل همون گوگل ماربازی کنی. اینو باربازی نوکیا. اگه کلمه اسنک گیمو به صورت انگلیسی داخل گوگل وارد کنی میتونی باربازی کنی به اینو ماربازی نوکیا. بریم بعدی. حالا کلمه‌ای که میخوام سوم بهتون بگم، این کلمه رو اگر سرچ کنید داخل گوگل خود داخل صفحه سیاه میشه و چند تا شم میاد اینجاها که میتونی اونا رو به صورت دستی یا میتونی با فوت که با این واقعیت خاموش کنی. دیوالی، اگر کلمه دیوالی سرچ کنید میتونی شما رو خاموش کنید داخل گوگل. بریم بعدی.